Salam alaikum. Today we are going to talk about nouns. امروز ما درباره اسمها گپ بزنیم که اسمها چی هستند و آنها چه شکل جمع میشوند. Okay? So let's see. First, اول اسم چیست؟ Okay? Nouns. با زبان انگلیسی اسم رو noun یعنی noun میگن. Nouns اسمها. Okay? In English. So nouns describe names of things, places and people. Okay? یعنی این چی است؟ این گفتنیم که اسمها چی را میفهمونند؟ اسمها نامهای اشیاها را میفهمونند و جایها را میفهمونند و آدمها را. یعنی همین را چی می‌نامند؟ اسم. The name of the people, place and things. هر اون چیزی که نام دارد آن را چی میگن؟ اسم. دو راهی که ما چیکار میکنیم؟ اسمها رو در شکل جمع میکنیم. یعنی شکل جمع plural form. Plural form این چی است؟ شکل جمع اسمها. نگاه کنید. برای ما چی لازم است؟ همین دو راه. S طرز استفاده بودن S و طرز استفاده بودن ES. اوکی؟ اول از اینش نگاه کنید. ما فقط چیکار میکنیم؟ کلمه رو for example let's say this is a teacher یعنی این چی است؟ معلم است. حرف آخرش فقط حرف چی؟ آخرش را نگاه میکنیم که در آخر چی حرف باشد. اگر در آخر کلمه ما باشد حرف S یا اینکه حرف دو تا S یا اینکه SH که ش میخونیم یا اینکه CH چه یا اینکه X یا اینکه O اگر یکی از همین حرف ها باشد ما حتما چیکار میکنیم؟ ES میگذاریم برای شکل جمع کردن این کلمه. مثال نگاه میکنیم. For example مثال با زبان انگلیسی میشود for example here bus یعنی بس اتوبوس هستیم. اتوبوس در آخرش حرف S هست. بله هست. یا اینکه چی؟ glass این چی میشود؟ استکان. اوکی؟ دیگرش dish چی میشود؟ این حسوده. یا اینکه دیگرش watch چی میشود؟ ساعت. یا اینکه box چی میشود؟ کاروبکا. یا اینکه tomato این چی میشود؟ پامیدور. اگر شما میخواهید که چی کار کنید؟ این یک تا باشد پس ما چی میگیم؟ a bus, a glass, a dish, a watch, a box یا اینکه a tomato article رو بذاریم. اگر وقتی که شکل جمع کنیم پس برای ما شکل جمع کردن چی لازم است؟ plural form. اگر دو تا چی باشد؟ اتوبوس باشد پس ما چی کار میکنیم؟ همین حتما es میگذاریم برای شکل جمع شدن. یا اینکه glasses یا اینکه dishes یا اینکه watches یا اینکه boxes یا اینکه tomatoes. Okay? So here نگاه کنید. buses, glasses, dishes, watches, boxes, tomatoes. Good? دیگر رو نگاه کنید. پس برای ما book وقتی که ما همین حرفا در آخر نباشد برای ما چی لازم است؟ فقط یک اسم میگذاریم برای شکل جمع کردن. مثال میگه book کتاب یا اینکه cat گربه یا اینکه goat بوز یا اینکه دکتر دکتر. اگر که ما شکل جمع کنیم پس اون چی؟ فقط یک اسم میگذاریم میشه books کتاب ها یا اینکه cats گربه ها یا اینکه goats بوز ها یا اینکه doctors دکتر ها. یعنی همین S یا اینکه ES در ترجمه هر دوی همین در زبان تاجیکی چی میشود؟ ها. هر دوی همین ها میشود. چقدر که ما در زبان تاجیکی میگیم کتاب ها دفترها روچکه ها در زبان انگلیسی برای موضوع است S ES. اگر شما میخواهید که جمله سازید گویید و گپ زنید پس اون برای ما چی لازم است؟ نگاه کنید. It is a book یعنی این کتاب است. برای یک تا بودن کتاب ما استفاده می‌بریم article رو و it is. اوکی؟ مثال اگر شما گفتنی باشین که یک تا گربه ها it is a cat این گربه هست یعنی یک تا است. اگر شما وقتی میخواهید که چی باشد؟ بسیار باشد چی میگیم؟ So they are books یعنی آنها کتاب ها هستند. برای ما چی لازم است؟ برای ما لازم است استفاده بریم they یعنی طرز تلفظ نگاه کنید. They are
books. Okay? Agar میخوایم بگیم که چی؟ این دکتر است، بله دکتر است. It is a doctor. اگر میخوایم بگیم که آنها دکترها هستند، پس اون برای ما چی لازم است؟ They are doctors. یا اینکه they are buses. They are glasses. فقط هم چی لازم است؟ They are لازم است. شما چیکار میکنیم؟ وقتی که ما از من گفتگو میزنیم، پس اون برای ما دیگر ای لازم نمیشود. فقط چی میگیم؟ It is my book. در همین جای آرتیکل پس اون ما استفاده میکنیم. Okay? It is my marker. It is my teacher. It is my camel. یعنی این چی است؟ اشتر از من است. Yes? یا اینکه it is. It is my goat. اگر که شما میخوایم بگیم که چی؟ این سب از من است، پس اون چی میگیم؟ It is my apple. Okay? لیکن اگر شما میخوایم بگیم که سب ها از من هستند، پس اون چی میگیم؟ They are my apples. They are my apples. Okay? یا اینکه چی؟ شما اگر میخوایم بگیم که این چی؟ پودرینگ از من هستند، It is my cucumber. لیکن اگر شما میخوایم بگیم که آنها پودرینگ ها از من هستند، پس اون چی میگیم؟ They are my cucumbers. Okay? And this is it for today. Thank you very much. So این همین درس امروزه ما و رحمت که تماشا کردیم و حتما لایک گذاریم و abone شویم. Okay? See you next class.